چرا اصرار داریم که الان بهترین فرصت برای خرید ملک بخش شهروندی کشور ترکیه هست؟ اولین موضوع در مورد قیمت‌های مناسب بازار فعلی ملک تو ترکیه هست که به دلایل مختلفی ایجاد شده. برای مثال، عدم گسترش جنگ روسیه و اوکراین و یا افزایش شدید قیمت دلار توی ایران باعث شده که تعداد متقاضیان ملک توی ترکیه کاهش پیدا کنه و فروشندگان ملک شرایط پرداخت راحت‌تر و قیمت‌های مناسب‌تری رو پیشنهاد بدن. دولت ترکیه هم با وجود تورم فعلی تصمیمی به افزایش قیمت ارزش ملک جهت شهروندی نداره. موضوع دیگه اینه که این تورم به همه بخش‌های اقتصادی ترکیه نفوذ کرده. مثلا آب معدنی 2 لیر بوده الان شده 5 لیر. ولی این تورم به بخش مسکن هنوز نفوذ نکرده. پس ما آماده ایم تا قبل از تغییر شرایط فعلی بهترین پیشنهاد